بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند. موضوع خودش رو می‌کنم که پیرامون وب اپلیکیشن انجینیرینگ است. دوره‌ای که من براتون انتخاب کردم، نامی که برای دوره ماندیم که یک دوره بسیار کامل و جامع باشه، وب اپلیکیشن انجینیرینگ است. یعنی نه تنها دیتابیس و نه تنها وب دیزاینینگ. چرا بر اساس چیزایی که شما برام گفتین، این احساس پیدا کردم که شما دقیقاً به همین یک کورس نیاز دارین که شما بتونید هر نوع وب اپلیکیشن رو بسازین. این وب اپلیکیشن از یک وبسایت ساده شروع میشه تا یک پروژه دیتابیس بزرگ، ممکنه حتی برای بسیار کمپانی ها و دفترهای بزرگ باشه. به حقیقت وب اپلیکیشن وقتی میگیم ما با برنامه‌های یا با سافیرهایی گپ میزنیم که کامپایل نمیشن، درست؟ مثل که پروگرامایی که شما مثلا میتونید در دیگه زبان‌ها سی پلاس پلاس، ویژوال بیسیک جور بکنید و کامپایل میکنید، یک سافیر به دست میارین، یک فایل اجرایی است یا او را میتونید ست اپ در کامپیوتر اینستال بکنید. نه، اون حالت منظور ما نیست. وب اپلیکیشن برنامه‌ای هستن که در اینترنت اجرا میشن و اینا هرگز کامپایل نمیشن بلکه اینترپرت میشن. تفاوت بین کامپایل و اینترپرت میدونیم؟ ببینید وقتی که شما در قسمت پروگرامینگ یک کد رو نوشته میکنین، به خاطری که اجرا بشه، به خاطری که اکزیکیوت قابل اجرا کردن باشه، باید این را به کامپیوتر به زبان ماشین تبدیل بکنید، درسته؟ خب من یک مثال بسیار ساده براتون میارم. چرا شروع اما تو کم کم از مثالای ساده شروع کنیم پیش میره. فرض مثال شما کدام یک از زبان‌های پروگرامینگ خواندید؟ سی پلاس پلاس. چه قسم شروع میشه؟ یک برنامه سی پلاس پلاس از متد مین شروع میشه به میشه، درسته؟ و یا بگیم که از اینکه قبلتر هم چیزی داریم، نه؟ بلکه چی هست؟ پروسه دایرکتیو هست. اینکلود IO string.h. IO string کلاس اصلی است، نه؟ یا لود میکنیم. من از یادم رفته از سی پلاس پلاس. خب خیر است تا جای شریک پیش بریم. و یک فرمان بسیار ساده میخوایم یک خروجی فقط داشته باشیم و در آخر چی؟ ریتن 0 و پروگرام اینجا ختم میشه. این کدی را که ما با زبان سی پلاس پلاس نوشته کردیم یک برنامه بسیار ساده است، ساده ترین برنامه‌ای که میشه ساخت که فقط اگه ما این رو اجرا کنیم یک استرینگ هلو ورد رو برای ما نشان میده، یک جمله را. اما شما میدونید که این به های لول لنگویج نوشته شده و این قابل اجرا کردن در کامپیوتر نیست، این بر انسان قابل فهم است. اگر بخوایم که اجرا بشه باید این چه اتفاق بیفته؟ کامپایل شه، یعنی با کدهای ماشین به باینری یا ماشین لنگویج تبدیل بشه. تفاوت اساسی که بین وب اپلیکیشن ها و دسکتاپ اپلیکیشن ها وجود داره از همین نقطه شروع میشه که وب اپلیکیشن ها کامپایل نمیشن، برخلاف دسکتاپ اپلیکیشن ها. وقتی شما یک قسم یک کد در کامپایلر سی پلاس پلاس رن میکنین، اکزیکیوت میکنین، در حقیقت این تبدیل میشه به زبان باینری صفرها و یکها و یک فایل .exe براتون به دست میاره که در هر کامپیوتر قابل اجراست. خاصیتش چیست؟ خاصیتی است که دسکتاپ اپلیکیشن ها اینا همیشه چی می باشن؟ ایندیپندنت هستن. چه معنا؟ که یعنی مستقل هستن، وابسته به چیزی نیستن. وقتی که شما یک پروگرام رو جور بکنید در سی پلاس پلاس، در جاوا، در ویژوال بیسیک، میتونید مستقلانه و به ذات خودش رو اجرا بکنید. اما وقتی که ما در مورد وب اپلیکیشن ها گپ میزنیم، وب اپلیکیشن ها دیپندنت هستن، وابسته هستن. یعنی ضرورت دارن به یک پروگرام دیگه، به یک انوایرمنت، به یک محیط دیگه تا بتونن داخلش اجرا بشه. چرا این تفاوت به خاطر چیست؟ در حقیقت برمیگرده به مسئله که کدامش کامپایل میشه، کدامش نمیشه. دسکتاپ اپلیکیشن ها همیشه کامپایل میشن و وب اپلیکیشن ها کامپایل نه بلکه اینترپرت میشن. کامپایل میتونیم در دری برش بگیم ترجمه. خب این زبان فارسی هنوز انسان نشده. و به اینترپرت میتونیم بگیم تفسیر. من یک مثال براتون میارم. در قسمت کامپایل مثل این میمونه که کتاب انگلیسی باشه یا پیپر یک ورق به زبان انگلیسی است، شما انگلیسی نام خود از من بهتر است، مگر انگلیسی من ضعیف است. اینو من نمیتونم بخونم، نه و فهم برداشت کنم از این. برای شما میتونم، شما اینو برای من میخوانین، ترجمه میکنین و بعد من میتونم اینو بخونم، درسته؟ حالا ببینین اگر شما او را بخوانید خط به خط ترجمه کنید به دری و به پشتو، ترجمه این رو برای من نوشته بکنید، من میتونم که خودم رو بخونم ولو که شما برین، برای من کدام مشکلی نیست. اما اینترپرت به معنای تفسیر است، مثل کار ترجمانی، مثل این میمونه که شما بگیرین ترجمه نکنید، یک خط بخونید بر من به زبان شفاهی معنا کنید.
باز خط بعدی رو بخونین برای من ترجمه بکنین شفاهی. در این حالت چی اتفاق میفته؟ تا زمان که شما هستین خب من میتونم برداشت کنم چیزی رو بفهمم، ولی وقتی که شما رفتین دیگه توانایی من ختم است، من دیگه نمیتونم چیزی رو برداشت کنم. به همین خاطر است که پروگرام هایی را که شما میتونید به زبانی که نوشته میکنید کامپایل بشه او دیگه مستقل است، تحت هر کامپیوتری تحت هر پلتفرمی میتونه که اجرا بشه. درسته؟ اما وقتی که شما یک پروگرام نوشته میکنید، منظور ما وب اپلیکیشن است و به یکی از زبانهای وب پروگرامینگ، در اون حالت این ما هیچ وقت کامپایل نمیکنیم بلکه اینترپرت میشه، تفسیر میشه. توسط چی؟ توسط خود براوزر تفسیر میشه. به همین خاطر وقتی که شما یک وب اپلیکیشن رو جور میکنید همیشه ضرورت است این در داخل یک محیط باز بشه. اون محیط چی است؟ در کلاینت سایت براوزر است و اگر در سرور سایت بگیم باز خود سرور است که کدها رو بر ما تفسیر میده. درست؟ تا اینجا واضح است براتون؟ بسیار خوب. پس ما در مورد وب اپلیکیشن ها گپ میزنیم. یکم صفی دیگه تانو مثل که آمدن. خب در وب اپلیکیشن ها پس گفتیم سرکار ما همراه پروگرام هایی هستن که در تحت خود اینترنت اجرا میشن، در داخل براوزر یعنی وابسته هستن. شما نمیتونید یک وب اپلیکیشن رو بسازین و او به ذات خود اجرا بشه، بلکه حتما باید در یک پروگرامی باشه تا او رو تفسیر کنه برای ما، که در حقیقت گفتیم در کلاینت سایت براوزر است و در سرور سایت خود سروری کار برای ما انجام میده. این تفاوت عمده بین دسکتاپ اپلیکیشن ها و وب اپلیکیشن ها. یک مقدمه برای تنها ما وب اپلیکیشن شناختیم که متون براتون واضح شده. تو براتون ساده بگم فعلا چون هنوز پیش نرفتیم. وب اپلیکیشن حتی به یک وبسایت داینامیک شما یک وب اپلیکیشن گفتن میتونید، یا مثلا شما یک دیتابیس میسازین برای یک مکانی، یک دفتری که این از طریق وب اکسس میکنن. در اون حالت هم شما برای وب اپلیکیشن گفتن میتونید. معمولا در بک‌گراند یا در بک اند وب اپلیکیشن ها همیشه دیتابیس موجود است. چرا؟ که وب اپلیکیشن با دیتا سر و کار داره. یک وبسایت استاتیک شاید تجربه شاید بعضیتون داشته باشین، ساخته باشین تا بالا یک وبسایت استاتیک یا دیده باشین. در اون حالت دیتا در کجا قرار میگیره؟ در خود صفحات قرار میگیره، نه در خود وب پیج ها قرار میگیره. یعنی در لابلای کد های HTML که شما نوشته میکنید دیتا همونجا قرار میگیره. دیتا یک لایه مستقل نداره بلکه در داخل خود وب پیج ها نوشته میشه. اما در وب اپلیکیشن ها معمولا چرا با دیتا زیاد سر و کار است، معمولا دیتا رو یک لیر جداگانه، یک لایه جداگانه بهش نظر میگن که در حقیقت همون دیتابیس ها است. درست؟ خب و این انجینیرینگش به خاطر چیست؟ کس گفتن میتونه؟ چرا که انشالله میخوایم بسوی پیش بریم که بسوی انجینری باشه. معرفی نکردم براتون رشته اصلی من انجینری است. درست؟ رشته من آیتی یا کامپیوتر ساینس نیست. وب اپلیکیشن انجینیرینگ بخیر وقتی که این دوره رو شما پیش برین و به انتها برسانید، باز خاطر توانی را خواد داشتین که هر نوع وب اپلیکیشن رو جور بکنید و این در سطحی است که از یک پرسونال هوم پیج شروع بشه، از یک صفحه بسیار یک سایت معمولی برای یک مکان، یک دفتر ساده، تا حتی بسیار پروژه‌های بزرگ. امیال ما همصنفی اینا هستن که صنف 4 هستن و دیتابیس های رو جور میکنن، مثلا برای وزارت تحصیلات عالی، برای انستیتوت های تحصیلات عالی یا حتی برای مکاتب. نه از بسیار وبسایت ها و پروژه کوچک شروع تا بسیار پروژه های بزرگ. و تایی یکی خو این است که شما میتونید به طور عملی یک موضوعی یاد بگیریم. این نان آکادمیک میگیم، یعنی غیر آکادمیک است. یاد میگیم که چطور یک صفحه ساخته میشه، چطور یک وبسایت دیزاین بکنیم، چطور آخری را لانچ بکنیم. خب پیش میره. درست؟ یکی است که شما به شکل آکادمیکی را پیش میبرین و در اون حالت ما رو میتونیم بگیم وب اپلیکیشن انجینیرینگ. یعنی بر علاوه که شما دیزاین یاد میگیرین، نحوه کد نوشتن یاد میگیرین، موضوعات تکنیکی که در اینجا هست و مسلکی که هست او رو هم در بالش یاد میگیرین. حتی ممکنه ما اگر وقت داشتین در مورد سرچ انجین ها که چطور مثلا گوگل وبسایت سرچ میکنه و چطور ما وبسایت رو بسازیم که در سرچ انجین ها بسیار رتبه خوب داشته باشه، تاپ ریت باشه، در مورد این هم ان شاء الله گپ خواهد زدیم. خب وقتی که در مورد یک وب اپلیکیشن گپ میزنیم عموما دو لیر داره، دو لایه جداگانه از هم داره، یکی فرانت اند است و یکی هم بک اند است که ما به حیث یک وب اپلیکیشن انجینیر یا یک وب دیولپر باید هر دوی رو بسازیم. معمولا در کشورهای توسعه یافته در پروژه‌های بزرگ اشخاصی که بالا یک پروژه کار میکنن اونا هم سطح بندی میشن. مثلا یک شخص است که فقط دیزاینر است، یعنی با لی‌اوت کار میکنه، با استایل ها کار میکنه، با شکل ظاهری. و یک شخص دیگه مثلا چی است؟ اونجا HTML کدرشون است، فقط لی‌اوت رو به وجود میاره. یک کس دیگه به طور مثال PHP پروگرامر است که سرور سایت کدینگ انجام میده و یک کس مثلا دیتابیس آنالایزر است که فقط دیتابیس رو دیزاین میکنه، حتی با ساختنش هم کاری نداره. باز یک شخص دیگه میاد و دیتابیس رو میسازه، تطبیق میکنه توسط یک DBMS که در ادامه گپ میزنیم.
اما در کشور ما متاسفانه معمولا همه کار خودتون باید بکنید، همه کار خودتون باید انجام بدید و همه کاری وب اپلیکیشن خودتون است. یعنی از دیزاین ظاهریش گرفته شروع تا اینکه لی‌آوتش به وجود بیارین، تا اینکه به طور مثال سرور سایت کدینگش انجام بدین در PHP یا SP و همچنین دیتابیسش دیزاین بکنید. پس شما باید تلاش بیشتری انجام بدین. خب بریم اول در مورد فرانت اند گپ بزنیم. در فرانت اند همون چیزی که در واقع ما اند یوزر را داریم، یعنی کسی که استفاده میکنه، مشتری. وقتی که شما یک پروژه را میسازین حتما او را معمولا برای خودتون نمیسازین، در زیادتر اوقات مشتری از شما چیزی تقاضا داره، درخواست داره و کوشش بسیار زیاد شما باید این باشه که قسمت فرانت اند جذاب باشه، دلچسب باشه، مقبول باشه برای کسی که میخواد از این استفاده بکنه. و در این قسمت زبان‌هایی که شما کار خواهد کردین HTML است، CSS و جاوا اسکریپت. البته میفهمین که موضوعات دیگه هم هستن، جزئیات دیگه مثل jQuery یا اگه بخوایم فناوری یا تکنولوژی آجاکس هم میتونیم در اینجا جای بدیم، اما اون necessary یا مورد ضرورت که شدیداً حیاتی است که یک وب اپلیکیشن نیاز داره با او همین سه زبان است: HTML، CSS و جاوا اسکریپت. کم کم در مورد هر کدام یک توضیحات براتون میدیم، توضیحات بیشتر و معلومات بیشتر باشه در موردی که هر کدام اینو باز ما سرش خواد آمدیم و ممکن یک ماه یا بیشتر کمتر در موردش گپ بزنیم. وقتی که در مورد فرانت اند آمدیم گپ زدیم، زبان HTML براتون لی‌آوت صفحه را به وجود میاره، یعنی قالب یا تمپلیت، ساختار صفحه را به وجود میاره. ساختار صفحه انتظارتون فقط باید همین باشه که شکل ظاهری وب اپلیکیشنتون به وجود بیاره، اما دارای کدام اکشن یا دارای کدام پروسسی نمی باشه. یعنی اینو گفتم میتونم که روح نداره. به طور مثال شما میتونید در HTML یک فرم بسازین که مثلا فرم لاگین باشه، دو تکست باکس می‌زنید، یوزرنیم، پسورد، یک بتن سابمیت، این ساخته میشه. اما وقتی که با بالای سابمیت کلیک کنید آیا کدام اتفاقی انجام میفته؟ فرم پست میشه ولی کدام کاری انجام نمیشه. یعنی نمیتونه HTML این کار انجام بده که لاگین اتنتیکیت بکنه، که اعتبار سنجی بکنه. چرا؟ که معلومات یوزرنیم و پسورد خود دیتابیس ها ذخیره است، باید کانکت بشه، وصل بشه به همراه دیتابیس و ببینه که آیا یوزرنیم پسورد درسته، ولید هست. در این حالت HTML کار کردن نمیتونه. چرا؟ که هر زبان وظیفه خاص خود داره، هر لیر مسئول کارهای خودش است. مثل که شما اگه در نتورک OSI مدل خوانده باشین، حتما خواندین، هر لیر مسئولیت خودش داره، نه به لیر بالایی و نه به لیر پایینی کدام ارتباطی داره ولی کدام مداخله‌ای نمیکنه، وظیفه خود انجام میده، نتیجه کار خود در اختیار لایه بالایی یا لایه پایینی قرار میده، لیر بالایی یا پایینی. در مورد فرانت اند هم همین گپ است که اگه شما این رو به سه لایه تقسیم کنید، HTML فقط شکل ظاهری وبسایتتون رو به وجود میاره، لی‌آوتش به وجود میاره. بعداً وقتی که شما در HTML بسیار ساده دو تگ نوشته بکنید که دو تکست باکس به وجود بیاره، این دو تکست باکس فقط تابع چی است یا وابسته به چی؟ به خود براوزر که به چه شکلی رو نشان بده. آیا مثلا حتی بسیار جزئی میگم به دورش باردر نمایش بده یا که نده، آیا عرض یا طول چقدر باشه. نه، اما شما میخواین کنترل داشته باشین و دیزاین وبسایتتون هم به دست خودتون باشه و اینو به نحوی که دوست دارین و مشتری از شما تقاضا داره جور بکنین. در این حالت شما از زبانش استفاده میکنین، CSS استفاده میکنین که بتونید به عناصری که HTML ساخته دیزاین بدین، شکل و ظاهر و قواره بهش ببخشین که به یک شکل بسیار مناسب نمایش داده بشه که وقتی یوزر با این کار میکنه از این لذت ببره. و زبان دیگه که داریم در برای جاوا اسکریپت است. ببینید زبان‌های تحت وب نیاز است که اینجا من یک مقدمه دیگه براتون بگم. عموما به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی سرور ساید هستن و یکی کلاینت ساید هستن. سرور و کلاینت که حتما میشناسین، در نتورک خواندین و در اینترنت هم همین موضوع است که عموما در اینترنت دو نوع کامپیوتر داریم، یک کامپیوتر سرور است، یک کامپیوتر کلاینت. کامپیوتری که ما استفاده میکنیم مثلا من به اینترنت وصل میشم، این کلاینت، و کامپیوتری که خدمات برای من عرضه میکنه سرور. و گفتن مثلا سمسی گپا خوب نیست نه. خب من گفتم چون نمیدونم باید کمی عمومی گپ بزنم، بعدم چند روز که گذشت میفهمم که در چه سطحی باید براتون بگم. خب کلاینت و سرور رو میشناسیم. وقتی که ما در مورد وب اپلیکیشن پروگرامینگ گپ میزنیم، وب اپلیکیشن لنگویج ها حتی بگیم، عموما به دو بخش تقسیم میشه، یکی سرور ساید لنگویج ها یا زبان ها هستن و یکی کلاینت ساید ها. سرور ساید ها کدام است میشناسیم؟ سرور ساید لنگویج ها سرور ساید دقت کنید. سرور ساید ما بله چی رو میگیم؟ وب اپلیکیشن ها رو میگیم. و در مورد باشین که ساده‌تر براتون بگم، زبان هایی گپ میزنیم که در وب دیولپمنت ازشون استفاده میشه. یک مثلا دیتابیس جدا میکنیم، درسته؟ پس ببین که به خاطر گمراه کننده نباشه، این براتون وب دیزاینینگ میگم فعلا، درست؟ یک کمی پایین‌تر میگم. در زبان های سرور ساید کدام هستن گفتیم؟
دقیقاً چی؟ ASP دیگه JSP و غیره زیاد هستن، تنها به اینا محدود نمیشه. اگر میخواین یک لیست کاملتر داشته باشین پل، پایتون و غیره. خب عموما در کشور ما که مشهور است ما که ازش استفاده می‌کنیم همین دو آپشن اول است PHP و ASP، حتی میشه گفت به همین ترتیب رعایت میشه اهمیتشون. این در قسمت سرور سایت و در قسمت کلاینت سایت هم ما زبان‌هایی را داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. مثل اگر از اول شروع کنیم HTML، CSS، JavaScript. اصلا ببین من اینجا jQuery رو ذکر نمی‌کنم. اگه خواستین حال علتشو بهتون میگم، اگه خواستین در آینده، چرا که jQuery خودش یک لایبرری، یک کتابخانه کدهای آماده جاواسکریپت است. در خودش یک زبان نیست. یا مثلا آجاکس خودش یک زبان نیست بلکه یک تکنولوژی است. خب ببینیم تفاوت بین اینا چی است. وقتی میگیم سرور سایت لنگویج ها، اینا زبان هایی هستن که کدش وقتی شما نوشته میکنید در کامپیوتر خودتان اجرا نمیشه، اینترپرت نمیشه، بلکه حتما ضرر به وب سرور است. یک سرور است، وب سرور چیست؟ وب سرور که بتونه این کدها را به یکی از این زبان ها بخونه و براتون تفسیر بکنه. اینو بسیار خوب تجربه کرده میتونید که شما یک صفحه را به زبان PHP نوشته بکنید و در کامپیوتر خودتون سیو بکنید، توسط براوزر رو باز کنید، اصلا این رو باز نمیکنه و اگر باز میکنه اصل سورس کد براتون نمایش بده به جایی که نتیجه رو نمایش بده. خب بیاین که بازم میگم روز اول است، کمی براتون دلچسب هم باشه، من مثال هایی رو که میگم براتون عملی هم میکنم. یک صفحه PHP زمانی که ما می‌نویسیم توسط خود اعلان PHP یا دکلریشن PHP آغاز میشه، درسته؟ HTML تو کار کردیم؟ خب خیر است، مشکل نیست. مثال وقتی که شما میخواین یک صفحه بسیار ساده به HTML نوشته کنید، اولین تگی که می‌نویسیم تگ HTML است. اینجا ما می‌خوایم PHP رو نوشته بکنیم، پس اولین اعلان ما اعلان PHP است. بسیار ساده یک موضوع نوشته میکنم. سیاوت دست پلاس پلاس میشناسین؟ اکو معادل سیاوت است که خروجی میده، آوتپوت میده، استرینگ رو که به ادامهش میاد. بیشه. یعنی بسیار ساده من چیزی رو ساختم، کدی رو نوشته کردم که باعث نمایش دادن هلو بشه. اکو نمایش بده جمله یا کلمه استرینگ هلو رو. ببین من اینو سیو میکنم به نام test.php. یک نکته بسیار ساده حتما میدونید وقتی که یک وب پیج میسازین، یک صفحه رو میسازین، به کدام اکستنشن سیو میکنین؟ دقیقاً به همون زبانی که نوشته کردین. اگه HTML نوشته میکردین .html، PHP نوشته میکنین .php، CSS نوشته کنین .css، JavaScript اگه نوشته کنین آفرین .js .javascript سیو نمیشه .js، فقط همین یکی اختصار است JS JavaScript. خب من اینو سیو کردم، مراجعه میکنم به براوزرم. براوزر میشناسیم که براوزرها چی هستن؟ پروگرام هایی که ما از طریقش میتونیم صفحات اینترنتی رو باز کنیم در ساده ترین تعریف، و اگر کمی پیشتر بگیم پروگرامی که صفحات میخونه، صفحات وب و اینترپرت کرده برای ما نتیجه را نمایش میده. یوزر تازه ساخته شده، یک کمی جنجال داره. خب براوز میکنم از دسکتاپ آلفای تست. میبینیم آیا انتظار ما از ای است؟ نه، انتظار ما ای است که ریزالت بده، نتیجه بده. ما اوتپوت ازش خواسته بودیم تنها هلو، اما این تمام کد برای من نمایش داد. این معناش چیست؟ که یعنی براوزر نتونست اینو تفسیر کنه، نتونست اینترپرت کنه و در نتیجه اصل کد سورس هم دوباره برای من نمایش داد. به این معنی که عاجز است، یا بسیار ساده بهتون بگم بیسواد است، از این زبان بیسواد است. یعنی PHP رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه بخونه و درک بکنه. چرا که PHP یک سرور ساید لنگویج است، ضرر بر وب سرور است تا بتونه کدهای PHP رو تفسیر بکنه، اینترپرت بکنه. مثال دیگهش ASP.NET که پلتفرم مایکروسافت است، JSP جاوا سرور پیج که صفحات بعد نوشته شده به زبان جاوا هستن، و پل و پایتون مثال های دیگه شون هستن. پس شما نمیتونید که زبان های سرور ساید در کامپیوتر خودتون اجرا بکنید، و اگر بخواید بکنید